سعید خوشبختزاده نماینده وزارت امور خارجه ایران ادعای الهام علییو را در مورد قاچاق مواد مخدر با اروپا پوچ خواند. نوشته از خبرگزار ایرنا. رئیس جمهوری آذربایجان ضمن همایش آنلاینی سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل اظهار داشت که ایران و ارمنستان طی 30 سال قلمرو قره‌باغ کوهی را برای قاچاق مواد مخدر به اروپا استفاده می‌بردند. او به حیث دلیل این آمار را آورده است که گویا بعد زیر نظارت گرفتن قسم‌های مرزی با ایران تلاش‌های قاچاق مواد مخدر در دیگر قسم‌های سرحدی 2 برابر افزایش یافتند. خطیبزاده چنین اظهارات راهبر آذربایجان را خلاف مناسبت‌های برادرانه تهران و باکو خوانده آنها را به نفع اسرائیل دانست. او افزود چنین تصور حاصل می‌شود که در آذربایجان قصداً با اقدام و اظهارات دست میزنند که ناگزیر واکنش ایران را به وجود میآورند. نماینده وقوع ایران اظهار داشته است که مقامات کشورش به مواد مخدر مبارزه به امان برده در این راه فرزندان زیادی این کشور شهید شدند. مورد به ذکر است که وقتهای آخر مناسبت تهران و باکو میل سردی داشته نظامیان ایران در مرز با آذربایجان رزمایش گسترده را راه اندازی نمودند. نقطه دیگر این است که ظرف 30 سال استفاده قلمرو قره‌باغ کوهی برای قاچاق مخدر چرا علییو خاموشی اختیار کرد و امروز با میان آمدن بحث‌های سیاسی میان آذربایجان و ارمنستان او یک بار صدا بلند کرده اظهار می‌دارد که ایران و ارمنستان در انتقال مواد مخدر دست دارند.